با هر اصطلاح که شما اصطلاحات شما هست، یک روایت به مردم اینجا نشان بیتی، یک روایت. باز ما روایت را شما یک روایت از دلال الى الامام آوردی، گفت که شما یک صورت یک عکس آوردی، باز کتاب نشان دادم. المفيد شيخ مفيد من معجم رجال الحديث كي موسى محمد بن هارون بن موسى العكبري مجهول هاس. باز از كتاب سليم ابن قيس اوردي، سليم ابن قيس كتابش مجهول هاس، كسي كي نمشتگي هاس اعتماد بامي كس جائز نيست. ما یک سؤال کردم، علي رضي الله عنه در کتاب شما چرا با قول نبی علیه الصلاه والسلام علی رضی الله عنه عمل نکرد؟ خوب گوش بگیرید، تا روز قیامت امی یک روایت من قتل دون مظلمته فهو شهید، کسی که در مظلومیت خودت شهید شوا، یعنی کشته شوا او شهید هست. آیا فاطمه زهرا رضی الله عنها مظلومه بود یا نبود؟ اگر مظلومه بود علی رضی الله عنه با قول رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل چرا نکرد؟ جواب امی سؤال ما بیتی و سؤال ما امی هست تکرار میکنیم. سید ذوالفقار یک روایت که در ذیل امی روایت علمای شما میگه که هذه الروایه صحیحه. یک روایت ما وقت دیگه نمیگیریم. بفرمایید. صدای تو اومد آقای ذوالفقار؟ وقت تمام شد مولوی؟ وقت تمام شد. بله. وقت من نصیحت دید میکنم جیغ ندم، بخی گلویت پاره شد، جیغ میدن. وقت شروع شما میشه. ساکت. وقت شروع. جیغ میدن که او کجا شدن، شیعیان کجا شدن. 3 تا روایت تا حالا دوستان عزیز دش نشان دادم. یک روایت پریشا دش نشان دادم، 2 تا روایت الان دش نشان دادم، 2 تا روایت درش خواندم، روایت دوم اصلا باز نکرد. این انگار نه انگار که سید ذوالفقار روایت خوانده. خب دوستان عزیز، مولوی من یک سوال ازت پرسان کردم، گفتی که رجال مفید صفحه چند؟ وقتو نگیر. صفحه چند؟ صفحه 586 75. 575. دوستان عزیز من این کتاب 75 نی فارسی را بفهمین. 85 پایین شو. پایین شو. همین صفحه هست یا نه؟ 575 درست است؟ 75 نیست. لعنت الله علی الکذابین که من در اینجا نوشته کردم 575 عدد پرسانم کردم گفتی 575. خب بریم سراغ 578. 578 لعنت خدا به سری تو. لعنت خدا بر کذاب گفتم، من نگفتم بر تو. خودت کذاب هستی، خودت کذاب هستی. برو مگه تو دروغگویی؟ پایین برو، پایین برو، پایین برو، پایین کتاب نشان بین حرف میزنی. جیغ ندن بابا، یک جیغ ندن بخی گلوی پاره شد. وقتم برم آقای سید میثم آقای وقتم برم باید زیاد بدی. قاری چپریه 35 ثانیه است که داره حرف میزنه در بین کلام من. وقت صبر. وقت از ابتدا شروع کو. وقت سعی کنید یا ذوالفقار باز از ما پرسان نکنید. وقتی که پرسان کنید باز غیرت کنید. یک کلام جیغ ندن. لعنت خدا بر دروغگویان، لعنت خدا بر دروغگو. خب این صفحه 585 درست است یا نه مولوی؟ کجای ادیه میشه بفرمایید؟ من که پیدا نتونستم کنم. بو کجایش است؟ اسکرین خوب نشان بدید. اسکرین خوب نشان بدم. پایین برو. نزدیک پایین برو. اینا وقت است تو. اینا وقت تو است. وقتی شما از ما پرسان کنید کجا همین دروغ میگی؟ کجا پیدا نمیتونم بکنم؟ چرا؟ کجا؟ صبر کو. اینجا 568 برو. آره 568. نه صبر 568 اول بود 587 آلی شد 568. مسخره کردی خدا. اگر پیدا نکردی ما ملامت هستیم. ما در فارسی مشکل داریم. چرا دروغ میگی؟ سند چرا دروغ میگی؟ وقت انسان آقای سید میثم اینا وقت ما الان فقط دروغ نشان میدم. وقت بسته. اثر کو نشانه بیدی. نشان اسکرین نشانه بیدی. صفحه چند است؟ 585. برو پایین. خب چرا الان شد 586؟ چرا اول دروغ راست شد؟ اینجا برو. امی صفحه هست. خب کجا؟ پایین برو. پایین نشانه بیدی. اونجا ببین محمد ابن هارون ابن موسی مجهول. اجازه ببین ما از اینجا میبینیم، شما اونجا نمیبینید. او انسان ببین
الله خب اکبر الله اکبر الله اکبر الله الله اکبر اکبر الله اکبر هی الله اکبر مولوی، ایمان الله اکبر نشان صحبت میده. نکن مولوی. ای مولوی کذاب، ای مولوی کذاب، الان الله اکبر نشان میده. خب این نکنید. گوش کن، خودت گوش کن. کذاب هستی. سکوت سکوت خودت کذاب سکوت هستی. سکوت خودت کذاب. سکوت 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 خودت. خب محمد ابن هارون ابن موسى ابو الحسين المدي في ترجمة احمد ابن محمد ابن ربيع النجاشي ذكره وترجم عليه وترحم عليه. چی رقم مجهول است که نامش به پایین، به حالا گوش کن. پایین، اجازه پایین. سکوت، حرف ندن دیگه در بین کلام حرف من. خب روایت عن ابی تل اکبری مجهول، روایت پدرش مجهول است. ای مولوی کذاب، ای مولوی کذاب، پدرش میگه مجهول است نه خودش. تای کنید. اگر بعد توهین نکردی خودت کذاب نه هستی. چرا دروغ خودت بسته میکنی در کذاب کتاب های شیعه؟ چرا دروغ خودت بسته کذاب. میکنی؟ از سکوت. محمد ابن هارون سکوت از کی روایت میکنه؟ او جاهل. سکوت مولوی سکوت کن کلام مولوی. حرف ندن دیگه. مولوی سکوت در کن. بین کلام حرف ندن. در بین آقا دوستان عزیز من، این آدم ادعا کرده میگه محمد ابن تلکبری مجهول است. خب حالا از همون کتابی که دلیل آورد من دروغش ثابت کردم. الله اکبر، الله اکبر، اینطوری که میکنه الله اکبر. از همون کتابی که دلیل آورد دروغش کشیدم که انسان ها دروغ میگن. خب آقا مجهول یعنی چی؟ مجهول یعنی کسی که هیچ ترجمه ای در موردش نیست، مردم نمیشناسن کیه، نمیشناسن. ببین چی میگن، خود همین شیخ مفید میگه، خود همین کتابی که آورد محمد ابن هارون ابن موسى ابو الحسين مذي في ترجمة احمد ابن محمد ابن الربيع عن النجاشي ذكره وترحم عليه و برایش تاییدش کرده. دروغ گو. این مسئله بعدی، این روایت اول که من ثابت کردم که صدیقه طاهره سلام الله علیها ضربه خورده و به شهادت رسونده، یک دانه راویش را هنوز نتونسته رد بکنه. این روایت 10 تا راوی داره، یک دانه راویش را هنوز نتونسته رد بکنه، یک دانه راویش را. روایت دومی که من براش خواندم، که اصلا نامش هم نگرفت، از حماد ابن عثمان از امام صادق علیه السلام، که حماد ابن عثمان گفتش که وقتی که رسول خدا از امام صادق علیه السلام روایت کرده، اصلا نام از روایت هم نگرفته. باز ادعا میکنه شیعیان کجایان. سکوت. سکوت. کامل زیارت روایت رو برات گفتم. علی یادی افتاده؟ باز اینطوری میکنه امام علی کجاست، امام حسن کجاست، امام حسین کجاست. الله اکبر، الله اکبر. 3 تا روایت براش خواندم تا یک دونه روایت چون نتونسته رد بکنه، فقط داد میدن گلوش بخی پاره شد. یک دونه آرام گپ بدن گلوش بخی پاره شد. مولوی دوستان عزیز من، خب حالا من روایت برای شما نشان دادم از معجم الرجال آقای شیخ مفیدم نشان دادم. در همین کتاب من برای شما نشان دادم، عرضم به خدمت شما که مرحوم نجاشی در همین کتاب در رجال نجاشی، ببینید دوستان عزیز من، این رجال نجاشی هارون ابن موسی، احمد ابن سعید ابو محمد التکبری من بنی شیبان كان وجها في اصحابنا ثقه متعمدا لا يطعن عليه. میگه هم ثقه است التکبری، هم اعتماد برش هست، هیچ طعنی هم برش وارد نیست. این کتاب وقتتان پوره شد. وقتتان پوره شد. 7 دقیقه من وقت دارم. چطور وقتت من پوره شد؟ بله. 7 دقیقه وقت دارم، 2 دقیقه بیشتر صحبت کرده. 5 او خودم 2 دقیقه پیش گفتی. خب برو. خب دوستان عزیز من، حالا میگه که آقا داونج رفته کتاب بهارالانوار باز کرده، میگه الله اکبر. آقای خویی گفته کتاب سلیم ضعیف است. مولوی مگر من از کتاب سلیم برای تو دلیل آوردم؟ تو خودت عدم روایت دلیل آوردی. همون روایتی که تو برای ما از کتاب بهارالانوار روایت کردی از مجلد 43 که گفتی در اینجا تعارض داره، همون روایت اقول میگه که من دیدم وجد، همون روایتی که خودت تو آوردی، من نیاوردم این روایت، تو خودت آوردی این روایت از کتاب سلیم. آقا دوستان عزیز من، ببینید این مولوی چی رقم آدمه، خودش روایت میاره از کتاب شیعه بر علیه شیعه، بعد که من همون روایتی که برش میخوانم میگه ضعیف است. خودش بر من دلیل آورده، باز خودش میگه ضعیف است.
این مسخره بازی چیه؟ مولوی تا حال 3 تا روایت برات آوردم. آی مردم اهل سنت، یک دانه مرد در بینتان پیدا نمیشه بیاد روایات شیعه را رد بکنه. یک مرد در بین اهل سنت پیدا نمیشه. کجاست عمر؟ کجاست ابوبکر؟ کجاست عثمان؟ کجاست عایشه؟ الله اکبر، الله اکبر. یک مرد پیدا شه بیا روایت من رد کن. مرد باش رد کن. علی الله اکبر. درست شد 7 دقیقه. بفرمایید. خب برادران عزیز و خواهران، بیچاره سید ذوالفقار که هیچ چاره علی نداره، نمیتونه که یک روایت به سند صحیح از اهل بیت بیاره. مفلس هست. از امام علی گفتم عمر است. چوب کنی دیگه. چه کنید؟ مفلس میگی. با ما بگویید. مشکل نیست. این بیچاره اما اخلاق داره. این انسانه تو تربیه وقتی که دلیل نمیتونه بیاره با شما بودیم. مفلس یعنی حواله نداره. آقا تو کی هستی که با من صحبت میکنی؟ تو چیکار هستی که با من گپ میزنی؟ خود چرا در وقت کاری چرا گپ میزنی؟ وقت باید بگیری. سکوت کن. تو حق گپ زدن نداری. عبدالکریم جان تختی صبر کو صبر. وس به خدای کوی سرمنه. وس به تختی صبر وکړه صبر. برادران عزیز و خواهران، 100 قریب میشه که از اهل بیت هیچ دلیل نمیتونه که بیاره به سند صحیح، و از امامای خود و از اهل بیت و از همه محدثین که بگویه که این روایت صحیح است. برادران عزیز و خواهران خوب گوش بگیرید. نمیفهمیم که این مردکه عربی میفهمه یا نمیفهمه. مسلمانانو دی زایت غوږ دی زایت محمد صبر کنید اینجا ببینید. محمد ابن هارون ابن موسى التلعكبري. محمد صبر کنید. محمد ابن هارون ابن موسى از پدر خودش روایت میکنه، اما روایت که از پدرش میکنه که مجهول هست. از اولش خب صبر اینجا ببینید. صبر کو که امو اینجا مو کتاب بسیار خرد هست. اینجا ما مشکل نداریم که امو مسلمانان را بفهمه. محمد ابن هارون ابن موسى التلعكبري. ببینید محمد ابن هارون ابن موسى از پدر روایت میکنه برادران عزیز و یا نمیکنه؟ از پدر. اینجا میگه عن ابیه، از پدر که روایت میکنه التلعكبري. خب ببینید مسلمانا، التلعكبري مجهول. از اول بخوان مولوی، از اولش بخوان. وقت مرا سکوت کو در وقت خودت با ما جواب بدی. مسلمانانو دې ځای ته پسې وګورئ، دې ځای ته پسې وګورئ، دې ځای ته پسې وګورئ. د الله خاطر وکړئ. دا د بل کتاب دوم ببینید. زبدة المقال من معجم الرجال. اینجا ببینید در صفحه 409. خوب نمیشته کنید اونجا. اینجا ببینید یک کتاب نی. اینجا ببینید محمد ابن هارون ابن موسى ابو الحسين مجهول. ابو الحسين از یک کس دیگه. زبدة المقال دیگه کس نیست. اینجا ببین محمد ابن هارون ابن موسى کنیهش ابو الحسن هست. نترس. علی دیگه دوم روایت که آورده خوب اینجا سی کنید. این روایت شما هست کامل الزیارات صفحه 547 حدیث رقم 840. اینجا ببینید. باز نگو که چی آوردی. اینجا ببینید فی المستدرکات شهرودی چی میگه؟ لم یذکروه. ذکری چی نیست؟ علی ابن محمد ابن سالم. دز علی ابن محمد ابن سالم که در کامل الزیارات راوی هست. اینجا نشانه بیت یامی روایت که آوردی کامل الزیارات. اینجا ببینید علي ابن محمد ابن سالم قال شهرودي في المستدركات جلد چند 5 صفحه 448 لم يذكروه. دوم رواية ببنيد عبد الله ابن حماد البصري جاء في المفيد من معجم الرجال الحديث مجهول. دوم رواية. خب همو روایت‌ها که آوردی تا علی ذوالفقار برادر، همه مردم اینجا انتظار هست، همه شیعه ها شما را میبینه که یک روایت از اهل بیت
همه روایت از مجاهیل را آوردی. با خدا قسم یک دیگر روایت که دین روز آوردی امام علی نشانه میتم. صبر کو برادر عزیز دین روز یک روایت آوردی از احتجاج. این کتاب شما هست، ببینید امس یوم روایتم که دین روز شما گفتی که آوردیم الاحتجاج. گوش بگیرید سید الفقار برادر، مردم انتظار است که یک روایت به همه شیعه ها از اهل بیت به سند صحیح بیارید. در اینجا مسلمانان را ببینید در احتجاج خودش تبرسی میگه ولا نأتی فی اکثر ما نورده من الاخبار باسانیده. در کتاب ما اکثریت روایتات بدون سند آوردم. چرا؟ از موافقت لدلیل اینجا ببینید صفحه 4 اینجا لدلیل ولا نأتي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده إما لوجود الإجماع عليه أو موافقة لما دلت العقول إليه. چرا دین نیست که کسم چی بکنه اجماع بکنه. ولی اگر ما بگوییم که اجماع ما هست که ایش حمله به خانه فاطمه رضی الله عنها نشد، شما قبول داری؟ از کجا دلیلش چی هست که اجماع هست؟ باز چی میگه و موافقه لما دلت العقول الیه. چرا امی روایت عقل ما قبول میکنه؟ چرا در کتاب خودم آوردیم دیگه. ببینید برادر عزیز این وقت 5 دقیقه است یا 7 دقیقه است؟ من نفهمیدم چند دقیقه است. یعنی استاپ کردیم اینا گفت که 6 دقیقه اینا هم خواندیم. آقا من گفتم که این مردک این انسان استوب میکنه دوباره میگیره آقا زنده من گفتم وقت بگیر. این که گوش کو به خدا کسی نالتی که با وقتی گفا استاپ کنه ای که ماسم گپ زد ما استاپ کردیم. صبر ما زو خپل پیزنه مسلمانان دلته یګوري صيانه القرآن من التحريف. المحقق شيخ محمد هادي در کتاب خودش جل اول 180 صفحه خوب ببینید در اینجا چی میفرماید وقد تفرد بنقل صاحب الاحتجاج. گوش بگیرید من غیر اسناد مع جهاله صاحب الكتاب. امی کتاب احتجاج که کی نمیشته کد مجهول هست معلوم نیست و کدام روایتی که در کتاب خودش آورده باشه این سند من غیر اسناد. آلی وقتی ما پر شد سوالای ما تا آلی جواب نه آمد. علی رضی الله عنه چرا دفاعی 6 دقیقه و 34 شد. بفرمایید برادر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام مجدد. خود کشت این مولوی خود کشت که بگه که آقا امی یک روایت تلکبری این ضعیف است. دلیلش هم چیه؟ شیخ مفید آورده یه حرف داده. خب شیخ مفید میگم وقتم که دیش میگم ادولش بخوان ادولش که نمیخوانه. ببینید دوستان عزیز من فقط الان در این وقت میخوام تلکبری رو برای شما ثابت میکنم که این انسان چقدر انسانی عجیبی است دیگه. خب ببینید دوستان عزیز من اینو برای شما خواندم. خب کجا شد؟ عرضم به خدمت شما محمد ابن هارون ابن موسى ابو الحسين مذي في ترجمه احمد ابن محمد ابن الربيع النجاشي ذكره وترحم عليه روایت عن ابی میگه مجهول است. میگه که خود همین شیخ مفید در اینجا میگه که آقا این مجهول نیست. آقای عرضم به خدمت شما نجاشی اینو تایید کرده. یک این نمونه اول. خب حالا بریم سراغ بعدیش. عرضم به خدمت شما که ببینید دوستان عزیز من حالا من اول اینو نشان میدم بعد برم سراغ خودشون. این میگه که من نکته اولی که خدمت شما عرض کنم مجهول یعنی کسی که ترجمه‌ای در موردش نباشه. خب حالا نگاه کنید من چیکار میکنم شما. ببینید دوستان عزیز من این فلاح السائل سید ابن طاووس روایت میکنه اینجا از موسی ابن تلکبری. خب بعد چی میگه؟ خب هارون ابن موسی التلکبری یکنی ابا محمد جلیل القدر. خب گوش کن مولوی. جلیل القدر عظیم المنزله واسع الروايه عديم النذير ثقه روى جميع الاصول والمصنفات مات سنه 85. خب این دوتا تایید. نکته بعدی خب این کیا؟ این رجال شیخ توسی رضوان الله علیه هست. شیخ توسی رضوان الله علیه هارون ابن موسى الأكبري يكن أبا محمد جليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية. خب این سه تا. بعدش بریم دوستان عزیز من عرضم به خدمت شما
از رجال نجاشی هم که دیتون نشان دادم. حالا بریم سراغ این از تایید شیعیان. این از تایید شیعیان که تل اکبری نه تنها مجهول نیست بلکه ثقه هم هست. حالا بریم سراغ کتاب خودشان ببینیم کتاب خودشان در مورد تل اکبری چی گفته. بریم کتاب خودشان، خیلی جالب است. مولوی بخند. این کتاب چیه؟ کتاب اللسان والمیزان. کتاب اللسان والمیزان مال ابن حجر العسقلانی. کتاب نشان. سکوت. کتاب نشان. هارون بن موسی التل-اکبری سمع ابا القاسم البغوی و ابا بکر باغندی روایت المناکیر الرافضی. این چه رقم مجهول است که خود علمای شما روایت میگه که آقا این آدم وجود داره. مات در سال 358 فی ربیع الاخر. قال ابن نجار میگه که از دنیا رفته. این چه رقم مجهول است که ابن حجر العسقلانی میگه که از مناکیر روایت میکنه، از مال رافضیاست. چه رقم مجهول است. دوستان عزیز من تا حالا برای تل اکبری 4 تا یا 5 تا عالم آوردم که همه ایشان اعتراف میکنن که این ثقه است. آقا رفته از شیخ مفید یک دانه دلیل آورده که گفته مجهول است. آقا برای شیخ مفید مجهول بوده، برای بقیه علما نه. شیخ مفید نمیشناخته او را ولی بقیه علما میشناختنش. این ضعف روایت نیست بزرگوار. 5 تا عالم ما میگه که این روایت صحیح است. 5 تا عالم ما تل اکبری رو تایید کردن. حالا دوستان عزیز من روایت بعدی رو که ما خواندیم یک دانه دلیل برش نیاورد. یک دانه دلیل. انگار که اصلا ما روایت خواندیم از کتاب کامل زیارات که روایت آوردیم. انگار که اصلا ما روایت خواندیم. بریم روایت بعدی، روایت سوم. خب روایت سوم از ابی عبدالله علیه السلام این را بعد شیخ مفید روایت کردم که آنگاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رحلت بود و ابوبکر در جایگاه او نشست، کسی را به سوی وکیل حضرت فاطمه سلام الله علیها فرستاد و او را از فدح خارج کرد. تا آخرش میگه که در این هنگام فاطمه علیها السلام از پیش او خارج شد در حالی که میگفت به خدا قسم با تو سخن نمیگویم تا آن که من و تو نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در قیامت جمع گردیم. خب بعد میگه که نزد ابوبکر برو و مدعی است که در جایگاه پدرم قرار گرفتی و جانشین ایشان هستی. اگر فدک برای تو می بود من آن را از شما به عنوان بخشش میخواستم، باید آن را به من میدادی از باب احترام. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها این سخن را به ابوبکر فرمود، ابوبکر گفت راست گفتی. آنگاه ابوبکر کاغذی خواست و نامه‌ای برگشت فدک را نوشت. امام صادق علیه السلام میفرماید فاطمه سلام الله علیها از نزد او خارج شد و این نامه همراهش بود. در این زمان عمر او را دید و گفت ای دختر محمد این نوشته همراه تو چیست؟ حضرت فرمود نوشته است که ابوبکر برای برگرداندن فدک به من نوشته. عمر گفت آن را به من بده. اما حضرت زهرا از سپردن این نامه خودداری کرد. عمر ایشان را با لگد زد. خب این 4 تا روایت الان برش خواندم. 4 تا روایت برش خواندم. 4 تا روایت. یک دانشی را نتونه رد بکنه. تمام دلیلش چیه؟ تل اکبری ضعیف است. یک دانه راوی از ما رو گفته اون کی؟ شیخ مفید گفته ضعیف است که در همون کتابی که آقا از شیخ مفید آورد در همون کتاب میگه آقا نجاشی رو تایید کرده. شیخ مفید میگه نجاشی رو تایید کرده. یعنی چی؟ یعنی من نمیشناسم. ای اهل سنت یک دانه مردتون بیارید که میتونه جواب بده. 4 روایت تا حالا آوردیم یک دانه‌ش رو جواب نتونسته بده. ها این را گفتم. نوشته که گفته که سقوط وقت پر شد. کتاب احتجاج سقوط روایت کردی خودت وقت پر شد. کتاب احتجاج خودت گفتی به خاطر وقت پر شد. ابابیل یک دقیقه آقا وقت پر شد. اسکت وقتش گفته 7 دقیقه باید وقت بگیری. این نفر را بنداز پایین. نندازی پایین دیگه باید گپ نمیزنم. بندازش پایین. نمیزنی کار خودت است. تو 6 دقیقه 34 دقیقه مولوی بنداز پایین این نفره. نندازی پایین گپ نمیزنم باید. نزن بنداز پایین. چند ثانیه وقت زیاد گرفتی. مولوی خدا چند ثانیه وقت زیاد گرفتی. ما 6 دقیقه وقت گرفتم. مولوی این نفر بنداز پایین، یک نفر دیگه بیار بالا. نه خیر صبر. این نفر بندازی پایین خلاص است. بحث خلاص است. سکوت فرار نکن. نه فرار تو میکنی. این نفر تو آوردی این دفعه توهین بکنی. فرار نکن. سکوت وقت پر شد. این نفر نگاه کن مولوی این نفر باید بره پایین. این نفر باید بره پایین.
یک نفر دیگر بیار یک نفر دیگر بیار مولوی ما با این ما نفر هر وقت بگیریم بس تعیین میکنیم ما با وقت بگیریم تعیین یک نفر دیگه سید میسم آقای سید میسم دوربین خر سید میسم داداش من دوربین خر میتونی روشن بکنی یا نه نه متاسفانه آسه بگیریم بذار یک دوستان سید میسم داداش من یک دوستان بیارم بالا دوستان یک نفری که میتونه دوربین خر روشن بکنه بیاد بالا چون این نفر دوربین خر باید بسته کنه دوربین خر بسته کن مولوی ابابیل جان ابابیل بیرون یک نفر دیگه بیار نه فرار نکن مولوی یک نفر دیگه بیار سعی کنید ذوالفقار خودت بیار وقت تو بگیرید ما اعتماد داریم ده هر شیء که ما اعتماد داریم باشه ما میتونید پایین که یک نفر دیگه بیارم بالا بنداز پایین خب اما کسا برو امی کسا خودت پایین کو نه ابابیل من نمیتونم پایین کنم من نمیتونم او بعد خودش لایو بخواد بسته کنه میسم تو برو پایین نه میسم برو پایین تو خراب تو این میکنی والله به خدا قسم که یک دکم کردیم این آمده ده اینکه فقط وقت بگیره حق توهین کردن ده من نداره ما چی ده من میگه اسکت یعنی سکوت اسکت نگو ما سکوت مولوی اینا بنداز پایین بنداز پایین صدای پیشت بند کو نه بنداز پایین قاضی صاحب تختی از خاطری چی مولوی این آمده ده اینکه وقت بگیره برای چی ده من توهین میکنه توهین چی کار است که من توهین میکنم تو توهین کردی بعد که توهین کردم با ما چند دفعه توهین کردی با ما چند دفعه توهین ما او تو مناظره میکنیم با هم ما او تو با هم مناظره میکنیم ما او تو با هم مناظره میکنیم این چی کار است سید الفقار آقای سید والله فرار می آقای سید میسم سید میسم با خدا قسم سید میسم داداش من اینا که الان میگن که فرار نکن سید میسم داداش من حداقل سید میسم کوچکترین کاری کرد از جانب ما آزادی همه رقم که این آزاد است که توهین دم بکنه تو هم آزادی توهین بکنی ما آزاد کردیم چشم من آسید یک مطلبی رو عرض کنم قبلش من یک مطلبی رو عرض کنم آقای ابابیل هیچ مطلب ضرورت نیست میثم برادر کاملا وجود این ناظر است یک لحظه سکوت کن آقای مولوی ببین 7 دقیقه اینجا موضوع باشه وقتی تو میگیره یک دقیقه صبر کن شما 7 دقیقه کامل وقت بگی ما مجاوبات یک لحظه صبر کن آقای مولوی شما 7 دقیقه وقتی کامل بگی نه یک دقیقه یک ثانیه پس نه یک ثانیه پیش نه 6 دقیقه و 34 ثانیه نه 6 دقیقه و 50 ثانیه 7 دقیقه کامل همین دکمهش بزن 7 دقیقهش تمام شد تو بو کتاب تمام وقت تمامه بچش نه مولوی نه سید میسم برادر عزیز من راضی نیستم این آدم چندین بار این کار انجام داده من راضی نیستم کسانی آدم وقت بگیره الان مولوی از ترسی رو بیرون نمیکنه یک دقیقه میدونه که اگر وقت درست بگیره کارش خراب میشه مولوی بگو حرف بزن صحبت کن آسف من اینجا من هستم 7 دقیقه تا بگیر نه کم و زیاد نه دست بزن نه چیزی کن آقای مولوی شما بسته کن حرف نمیزنی خب آقای مولوی وقتی برش سر میگم که بس وقت برش گفت توهین نکنی گو نه اسکت پیغمبر اکرم در ابابک گفت در کتاب بخاری آمده صحابه نروی اما کتاب بخاری پیغمبر گفت اسکت یا ابابک گوش که سمه این نیست که خودت یک روایت به سند صحیح بیاری به صحابه میری 4 تا یک دانشم رد نمیتونی علی نشان میتونم 5 تا عالم آوردم که تلکبری رو تایید کردن سکوت کو برادران عزیز و خواهران الحمد لله ثم الحمد لله تعالى یک روایت به سند صحیح از اهل بیت نور و از نه مذهب خودش اور باز قبول کرد که از تیم از سرکو از ابتدا وقت مشروع چیکار کردم بعد ابتدا چرا تو که در موقع گپ زدن نه خنده میکنی شال خیر رقم میکنی او رقم میکنی من نمیگم از سرکو آیا چیزو گفتم من چیزی نگفتم چی گفتم من بس ابتدا کو اگر یک خبر فرار میبینید بس است دیگه معلوم میشه به مردم امی حقیقت معلوم میشه به مردم قضاوت مردم میکنه برادران عزیز و خواهران از ابتدا وقتی ما شروع کو
برادران عزیز تا بیچاره یک سوال از کردم که امام صادق علیه السلام میفرماید در مرآت العقول من قتل دون مظلمته فهو شهید. چرا علی رضی الله عنه از مظلومیت فاطمه الزهرا رضی الله عنها دفاع نکرد؟ آیا به قول رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کرد یا نکرد؟ اگر کرد بر ما نشان بیتی دلیل بیتی به سند صحیح نه اورتا علی. باز از امی مردکا یک سوال کردم که طلاق عبری اوردی مفید میگه که او صحیح نی مجهول هست. بعد در اخیر قبول کرد که یک مفید است که میگه. باز کتاب دوم میاریم علی ببینید برادران عزیز دوم کتاب نشان دادیم ای بیچاره نمیفهمیم حافظه ایش چرا کمزور هست. علی ده بار توهین کوي. توهین نکن. تو صحبت نکن مولوی صحبت نکن. اگر توهین بار کردی بس خیر نیست. سيكوني زبدة المقال من معجم الرجال الحديث کجا هست؟ محمد بن هارون بن موسى ابو الحسين مجهول دوم كتاب زبدة المقال من معجم الرجال مسلمانانو بل رواية اورد از کتابای خودش اینجا ببینید مسلمانا برادران عزیز و خواهران اینجا ببینید ای روایت از کجا هست؟ از بحار الانوار. ای مردکه اور که قنفذ روایت میکنه مولا عمر. ما گفتم که در کدام روایت تناقض باشه در مذهب شما قبول نیست که یک کس هم روایت قبول بکنه. اینجا قنفذ کی است؟ مولا ابی بکر. بیا کی میگه که قبول نیست؟ اینجا ببینید برادران عزیز البیان فی تفسیر القرآن امام خوئی السید ابو القاسم چی میگه؟ انها متناقضه في انفسها. کدام روایتی که در متن تناقض باشه فلا يمكن الاعتماد على شيء منها. با امور روایت اعتماد جائز نیست. فلا يمكن الاعتماد على شيء منها. باز رفت که طلاق بری چی هست در کتب شما؟ رافضی هست. الله اکبر. خلاص شد که او میگه که رافضی هست خو خلاص شد. باز ببین یک دیگر روایت را آوردی اینجا ببین دو امر روش بگیری از کامل زیارت رقم حدیث لنبر روایت آوردی در اینجا کی هست؟ اینجا خوب ببینید عن علی ابن محمد ابن سالم یک عن محمد ابن خالد دو عن عبدالله ابن حماد البصری سی. کی هست؟ اینجا ببین شهرودی میگه في المستدركات جلد صفحة 448 لم يذكروه. دوام روايتي شما داز دوام راوي شما عبد الله ابن حماد البصري جاء في المفيد من معجم الرجال الحديث شميغا امامي خوئي ميغا مجهول خب مسلمانانو تا آلی از خنده بغیر هیچ چیز نداره. کوشش میکنه که سید ذوالفقار فرار بکنه. دو روایت از طلاق بری نشانه دادیم که مجهول هست. بعض دیگر روایت از سلیم ابن قیس بالیازی خدا سلیم ابن قیس کتابش آورد باطل هست ضعیف هست فلا يجوز الاعتماد علیه. یک در بحار الانوار در یک جلد میگه که قنفذ ابن عمی عمر بود بچه کاکای عمر. در جلد 28 میایه که بچه کاکای ابو بکر بود. در دیگر روایت میایه که مولای عمر بود. در دیگر روایت میایه که مولای ابی بکر بود. تناقض را ببینید. تناقض امام خوئی میگه که در کدام روایت تناقض بیایه او قبول نیست. دیگر ببینید شما این قدر بی علم هستی سید ذوالفقار برادری عزیز. شما ببینید یک قاعده ما شما متفقه داریم اذا دخل الاحتمال بطلت الاستدلال. در کدام روایت یک احتمال داخل شوه او باطل هست باز تکرار میکنم سید ذوالفقار یک ساعت شد یک روایت به سند صحیح یک روایت از کامل مذهب شما یک روایت از اهل بیت. امروز علی رضی الله عنه نیست. ايش يا هاي برادران عزیز علی رضی الله عنه نیست. حسن علیه السلام نیست. حسین علیه السلام نیست. چرا امی قضیه در خانه امام حسن و حسین شد؟ ذوالفقار خبر هست اما حسن و حسین خبر نیست. امام زین العابدین علیهم الصلاة والسلام نیست. از ما بود از ما است و ما همیشه از اهل بیت دفاع میکنیم. یک امروز یک دلیل ما گفتیم که یک دلیل بیار که علمای شما میگه که این روایت صحیح هست.
تا علی بیچاره نتانیست. چرا نمیتونی؟ عذر بیچاره فقر عمر برادر بود. عزیز. یک روایت به ما بگو، نشان به مردم بیتی که هذه الروايه صحیحه. علمای شما یک عالم که بگوید که این روایت صحیح است. دوم، علی رضی الله عنه یک سوال قرضدار استی در کامل مناظره، یک سوال نمیتونی. او بیچاره علی رضی الله عنه چرا بیچاره از عمر بود. دفاع نکرد؟ چوب شو دیگه. فرار نکنی. آقا نه چی توهین میکنی؟ فرار نکنی. بیچاره توهین هست. خب اگر بیچاره توهین یک نیست توهین عمر اگر توهین نیست عمر یک بیچاره. توهین هست. اگر توهین نیست الله عمر اکبر. است. خب مسلمانانو خوب ورته وګوري مسلمانانو توهین- رضا عبدالکریم فارسی جان صحبت کو